میریم تو ایونینگز کالم رو میزنیم. این شانسی به شما مثلا یه چی میده. کالم رو میزنیم. الان اینجا این یه چیزیه که تازه بهش اضافه شده. خب این الان مثلا ما میگیریم اینا هم تازه دوباره بهش اضافه شده. اون کلیدایی که بالا میبینید کار همون الباسه مثلا بازه دیگر رو میکنه. اون 363 که اون برده هست، اون اینجا شما وقتی که بیاین بزنین اینجا داخل این که بزنین الان اینجا ببینید اینا یه چند تا قابلیتی که تازه اضافه شده. مثلا اینو به جاش میذارم. اینا یه چند تا قابلیت سیو بزنم. یه چند تا قابلیتی که مثلا تازه بهش اضافه شده. رکوردتون قبلا اینجا نوشته میشه. دیگه همین جزئیاتشه. اینم از بازی سابوی سرف که اگه بخواین جزئیات بیشتری هم براتون میذارم. یک بازی هم براتون میذارم. فعلا خدا نگهدار.